23 مای سال 2023 تخمینا ساعت 18:20 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا هایلوکس جورایف البک سوناتولویویچ سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر کولو به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیوت سیبستان نویه دنغره از روده دوره واسطه نقلیات نبر آمده در کنار چپ رو автомاشین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر автомاشین مذکور سید بابوی و گل نورا سال تولدش 1962 ساکن شهر دوشنبه جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 44 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 23 و 24 مای سال 2023 تخمینا ساعت 03:30 دقیقه به طریق شکستن در به یکی از کافه‌خانه‌ها که به زن 31 ساله ساکن شهر مذکور تعلق دارد در آمده از آنجا 2 عدد نوشاکی‌های اسپریتی و 4123 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 4367 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه زن 42 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه یونیو سال 2022 هنگام در بازار کاروان قرار داشتنش مرد 55 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده از او 91000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه مرد 37 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که آخرای ماه اکتبر سال 2022 هنگام در کوچه مایکوفسک شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 50 ساله ساکن نویه رودکی با رای فریب به باوریش در آمده از او $3000 امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.